در رابطه با اختراعات صحبت‌های می داشته باشیم. امروز موضوع بحث برنامه است. خوشبختانه در افغانستان ما مخترعین عزیز خود را داریم، عزیزایی که ابتکار میکنن، خلاقیت به خرج میتن، یک مورد را اختراع میکنه یا یک چیز را اگر جدید هم نمیسازه، اگر کپی هم باشه، ورژن‌های بعدیش از در افغانستان یک چیز نو است. به خاطر که ما و شما یک کشور هستیم که در بخش اختراع و تولید در بخش عرصه تکنولوژی فعلا ضعیف هستیم و ما آهسته آهسته حرکت میکنیم. ان شاء الله ما تشویقشان میکنیم تا بتونیم روز شاهدی باشیم که در عرصه فناوری تکنولوژی ما بتونیم کارهای ارزنده و شایسته را انجام داده باشیم. در کنار ما فعلا یاسین دریابی مدیر مکتب و همچنان مهدی جان نظری متعلم مکتب، کسی که مخترع یک موتر برقی است، نشستن. با اونا هم کلام میشیم. سلام، خسته نباشید، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید. صبح شما بخیر، صبح تمامی بیننده های تلویزیونی خوبی ما، تلویزیون ملی بخیر، سرفراز باشید. بخیر باشین، سلامت. مهدی جان چطور هستی؟ صبحت بخیر. سلام، صبح شما بخیر و صبح تمام بینندگان عزیز ملی بخیر. سلامت باشین. یک مورد، همیشه ما قهرمانای خود را تشویق میکنیم در میادین ورزشی و ای که در عرصه دانش ما قهرمان داریم یا کسی که بتونه دستاورد داشته باشه، ما به اونا هم قهرمان خطاب میکنیم. مهدی جان هم یکی از قهرمانای ماست که در این عرصه زحمات زیاد را کشیده. دریابی صاحب، میم به شما برمیگردیم. در رابطه با موتر که ساختین یک معلومات کلی اگر بر ما بتین. مهدی جان نوجوان 13 ساله متعلم صنف هشتم لیسه خصوصی ارشد هستند که در سال 1395 شامل صنف اول شدن در این مکتب. خیلی خوب. تا هنوز در صنف هشتم رسیده. دیگه خودم شخصا مدیر مسئول مکتب هستم. بسیار خوب. در شروع سال مهدی جان یک روز آمدن پیش من در اداره مکتب، گفت که مدیر صاحب من یک تصمیم دارم، یک مفکوره خلق شده در ذهن من، امسال اگر خداوند یاری کنه مرا، من میخوایم یک موتر بسازم. باز من امروز یک شوخی کردم، گفتم که نیکی و پرسش خدا قوت بده، خداوند نوجوانا و جوانای ما را همت بالا بده، استعدادشان شکوفا شوه و استفاده کنه از استعدادی که داره. چشم امید تمام ما و مردم ما، مردم رنجده افغانستان، همین جوانا و نوجوانا هستن. باز شروع کردن با مشوره اساتید و تشویق خودم، شخصا هر روز تشویقش میکردم و دیگه همسنفایشان که بودن زیاد تشویق میکردن. نهایت تلاش کردن، زحمت کشیدن، ساختن. اول به شکلی خیلی ساده و بسیط که مرا نشان دادن. بسیار ساده بود، یک چارچوکاتی جور کرده بود، انجینش نصب کرده بود، باز دیگه وسایلی که ضرورت بر یک موتر بودن ساخته بود. نشانم داد، خیلی خوش شدیم با وقتش، به اندازه خوش شدیم که اشک خوشی چشمایم جاری شدن و به این فکر شدم که در ساحه‌ای که در محیطی که در شرایطی که فعلا ما قرار داریم، دانش آموزای ما قرار داره، با امکانات بسیار ناچیز تانسته همچین چیز رو بسازه. اگر ما بتانیم، خداوند ما را قوت بده، انشالله وسایل و امکانات بیشتر را و زمینه‌های بیشتر مساعد بسازیم برای نوجوانای خود، خیلی چیزای خوب و عالی را کشف میکنه. قسمی که ما، شما و تمام مردم افغانستان شاهد اکتشافات و اختراعات و خلاقیت‌های زیادی از نوجوانای ما هستند. جای خوشی است. سلامت باشن. با خیلی خرسند هستم ای که جوانای ما زحمت میکشن و شما زحمت میکشن بالای اولاد وطن. سپاسگزار اساتیدشون هستیم. مهدی جان، موتر تا چه وقت ساختی؟ چی انگیزه باعث شد که موتر را بسازی؟ ده چی فکری بودی که یک موتر بسازی بازی موتر را ساختی؟ ما خواستم که در کنار درس‌های خود روزانه در وقت‌های بیکاری خود از خود یک خلاقیت یا یک نوآوری نشان بدم. به خاطر این موتر ما ساختم. ما این موتر در مدت 3 ماه برای ساخت از این موتر سپری کردم و قبل از ساخت از این موتر در 5 یا 6 روزی برای طرح و دیزاین از این موتر و امکانات خاصی در دسترس نبود و تنها از امکانات کمی که در اختیار داشتم این موتر ما ساختم. بسیار خوب. موتر تیل میخوره یا که با چارج حرکت میکنه؟ چه قسم بیتری داره؟ تیلی است.
او نخوره او میخوره نه اون نه. خاطیلی است. آه. بسیار خوب. ماشینش از چی است؟ از کدام از موتور؟ موتورسیکل. از موتورسیکل است. بسیار خوب. یک نفر هم میبرد قابلیت نه بردن؟ قابلیت حمل 2 نفر سرنشین داره. بسیار خوب. یعنی ما و زورجان دیگه آماده باشیم که چکر ما رو ببری بخیر. ان شاء الله یک چکرش هم میزنیم. زورجان آماده باش، قابلیت 2 نفره داره. فکر کنم یک نفر دستیت میشینه، پشت سر جای داره چه قسم؟ یا می 2 نفر؟ 2 پیشروی. 2 پیشروی تنها. خواهی و ما خو یاد ندارم که زورجان ان شاء الله که حرکت بتیش یا ما که خودت میشونم ان شاء الله. چکر کابل هم میزنیم در موترت. نامش چی موندی؟ تا هنوز نام داشت نشوندم. ان شاء الله که پیشرفت‌های خوب داشته باشیم. کیها تشویقت کردن؟ کیها کمک کردن؟ ما از حمایت مالی خانواده خود و تشویق استادای خود. خیلی خوب. مهدی جان، پیشتر هم سوال کردم، در می ذهن چی فکر آمد که گفتی یک موتر بسازم؟ در چی فکر بودی؟ چطور انگیزه باعث شد؟ چی انگیزه باعث شد؟ چطور فهمیدی که باید یک موتر بسازی ساختن میتونی؟ موتر ساختن و دواندن بسیار خوش داشتم. علاقه خاصی به درایو کردن ساختن موتر داشتم. قبل از اینکه این موتر جور کنم موترهای ریزگاه کردستی هم زیاد جور میکردم. بیشک بله. و در یوتیوب و تلویزیون زیاد سعی میکردم موتر ساختن موتر. و وقتی که ویدیوی محمد رضا سازنده موتر افغانستان دیدم، علاقه از ما به ساختن موتر زیاد شد و من خواستم که یک موتر بسازم. خیلی خوب. علی جان، علی رضا، اینا یک کارمند کوچکم در شرکت یافتی، ان شاء الله که بتونیم لامبورگینی افغانستان بسازی و خیر باز خودت. خب دریابی صاحب، چقدر چه تعداد شاگرد از در مکتبتان در جایی که تدریس میکنن یا کلشان هم یک قسم خلاقیت به خرج دادن یا خیر؟ به تعداد 500-600 نفر دانش آموز ما داریم در مکتب خود. قسمی که ما بررسی کردیم وظیفه خودم شخصا خب مدیر مسئول که مسئولیتش نمیشه نظارت از فعالیت های اساتید و فعالیت های دانش آموزا و کشف استعدادها و دانش آموزا هستند. قسمی که ما بررسی کردیم تحقیق کردیم شاگردای ما در مجموع با واقعیتش با استعداد هستند، با انگیزه هستند. این نوش بوده که مهدی جان نظری ما خود نوش بودن به خیر در آینده های نزدیک باز شاهد اکتشافات و خلاقیت های جدیدی مکتب ما خواد بودیم. خیلی خوب. دریابی صاحب چقدر کمک کردین شما در عرصه موتورسازی؟ در عرصه موتورسازی فقط از ما تشویق بوده و استادایشان نظریه دادن. شما کسی حاضر باشه که اسپانسر بکنه تا رشد بکنه چون این استعدادهای در مکتبتان یا در جامعه ما که هستن به اینا کسی کمک بود کنه در مکتبتان؟ نه، ما اسپانسر نداشتیم. قسمی که مهدی جان خودشان گفتن که به حمایه کمک مالی فامیلش ارساختن. فقط ما تشویق کردیم و اساتیدشان و اما هم صنفایشان نظریه دادن، مشوره دادن، خودشان هم در یوتیوب سرچ کردن فعلا که شکر الحمدلله در صورتی که اگر نوجوان ما استفاده درست از اینترنت کنه خیلی زمینه رشد برشان مساعد هستن. خیلی خوب. مهدی جان، در کنارش که موتر ساختی به می بزرگی کدام موتورسایکل یا دیگه چیز اختراع کردی؟ نه، تنها موتر ریزگاه کردستی قبل از این موتر رو جور میکردم. خب این آغاز کار است دیگه بخیر. آغاز کار است. بعد از این چی تصمیم داری بسازی؟ پلان از ما در آینده های نزدیک ما تصمیم دارم که موترهای جدیدی بسازم که هم میتونه هم برقی است و هم تیلی است در صورت که حمایت کننده داشته باشه. بسیار خوب. چقدر سرعت میگیره موتر؟ سرعت چی معلوم نیست ان شاء الله که ما هم یک سفر داشته باشیم، چکر داشته باشیم با خودت. مهدی جان، در آینده کوشش میکنی که یک تیاره هم بسازی بخیر چرخ بال هم داشته باشیم بریم؟ فکرش کردی یا تنها در عرصه موتورسازی باید کار بکنی؟ تنها در عرصه موتورسازی. بسیار خوب. در کدام مضمون لایق هستی؟ کدام مضمون زیاتر دوست داری؟ تمام مضامین مکتب دوست دارم. چندم نمره هستی؟ اول. ماشاءالله. همین در مکتب اول باشه، هم موتر بسازه. همین تنبلا چی گناه کردن؟ کل چیز برای نفرهای لایق هستن. اول نمره. خوش باشی مهدی جان، سلامت باشی. من سپاسگزار خودت هستم از اساتید محترمت، از فامیل محترمت که شما رو تشویق کردن تا چنین چیز بسازین، تا چنین موتر بسازین که حمل 2 نفر را داشته باشه. رفیقتان حتما یک جای بر رفیقت ماندی که رفیقتان چکر ببری. تنها خو نمیشه، تنها کیف نمیکنه این چکر.
انشالله که بتانیم امروز شاهد از این باشیم که مترکای دیگه تان بخیر ساخته شود و همراه علی رضا جان هم تماس بگی انشالله که اونا هم کمک بکنن و شما هم اونا رو کمک بکنین در عرصه های کاریشان. سپاسمند شما هستم. دریابی صاحب، در کل پیام شما را میشنیم، چی گفتنی دارین با مسئولین کشور، چی گفتنی دارین با اونا؟ کمری تلویزیون ملی افغانستان در خدمتتان است. گفتنی ما با تمام مسئولین کشور ما افغانستان در هر عرصه‌ای که هستن خواهش ما هستن که چشم امید تمام مردم افغانستان به طرف اونا هستن، ناامیدشان نسازین، حمایتش کنین. و یک گفتنی خاصی که دارم برای جوانا و نوجوانای کشور خود، هیچ وقت زیر تاثیر حرفای منفی، اندیشه های منفی که در کوچه و بازار وجود داره نرود، بلکه به استقامتی که هدف را برای خود تعیین کرده و جایگاهی که میخواید برسد ادامه بده. انشالله را خداوند همراهشان است. خداوند گفته که شما حرکت کنین که ما برکت کنیم، تا هنوز امید هست و امید رشد کردن و سبز شدن ما هست. خیلی خوب، انشالله که موفقتر و روشنتر ببینیمتان. سپاس از حضورتان. مهدی جان، پیامش خودتانم داشته میباشم. پیام ما به جوانای همسن سال ما است که همیشه تلاش و کوشش کنه و دست از تلاش کردن بر نداره و همچنان گفتیم به امارات اسلامی است که ما رو در این زمینه ها از ما حمایت کنه تا ما بتوانیم انگیزه های درونی خود شکوفا کنیم. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از هر دویتان، تشکر از اساتید محترمتان. باز هم جا داره سپاسگزاری کنم از پدرجان و مادرجان مهدی جان. تشکر از حضورتان. با امید همکاری بیشترتان ان شاء الله موفق‌تر ببینیمتان. سلامت باشین. سپاسمند شما ایزا همچنان هستم. تشکر از اینکه بیننده برنامه تا ایدم باقی ماندین. مهمان بعدی ما حمیدالله مبارز ورزشکار مبارزات آزاد خواهد بود. در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای خود صحبت‌های خواهد داشت. میریم در مورد اینکه کاجو چقدر فایده داره و همچنان در مورد کاجو بیشتر می‌دانیم در بحث تصویری برمیگردیم.